این بوی ماه مهرم همینجوری گذاشتم که حواستون باشه اول مهر نزدیک زمستون داره میاد و پس گردنی های لب بخاری هفته صبح که پاشو برو گم شو مدرسه نزدیکه. ریدم من مدرسه خطاب تمام دانش آموزان. من آمده ام وای وای من آمده ام. اول مهر آیا براش آماده این؟ ریاکشن من خیلی خوب بود، خیلی جالب بود. چند روز دیگه جلو مرسای دفاعیه خیلی هم میرم، کسی نیست که نه. ریاضی مشکل روانی مغزی داره. موندم با همچین افراد گوه خورید چه کار کنم؟ هر موقع که دلشون خواست میان دست میفرستن. بابا ما علاف شما نیستیم. این دانش آموز بود؟ عصبانی میشم تو تکلیف زیاد. خدا اول مهره مدرسه آباد شده، باید باشی بری مدرسه، بگیر بخواب بچه، باید باشی شیر و کیک بخوری، دیگه تا لنگزار خوابیدن تعطیله، دیگه باید هفته صبح بیدار شی. خوش اومدین. متشکرم. خوبی شما؟ والا اگه پسر دست گلتون بذاره خدا رو شکر. از خدا رو شکر گفتنتون معلومه که در کمال آرامش به سر میبرید. چی شده خانم موری؟ من در خدمت. والا چجوری بگم دیگه به اینجام رسیده. جسارتا تا کجاتون؟ جان؟ آخه اولش گفتیم نمیدونم چجوری بگم. بله منظورم تا اینجا بود. آها بفرمایید داشتین میگفت. پسرتون تکالیفشو انجام نمیده. هیچ آدمی به خاطر کاری که نکرده تنبیه نمیشه. مرداد بابا جان شما برو بیرون، من یه خود باهاتون صحبت کنم، زمین درازی هم نکن. راست شما خیلی با شخصیت و جنتلمن هستی. شما متولد چه ماهی هستی؟ من خرداد. چه جالب، منم مرداد. کجاش جالبه؟ آخرشون ده داره دیگه. تازه اسم خودش هم فرهاده. منم که مهرزادم. به خدا اگه یکی شرط دادم همین الان رنگم میزنم. از صبح هر کی بیاد تو کلاس با کسی شوخی ندارم. صبح هر کی بیا بگو دفتر من آوردم، مداد من گم کردم، مو دست خطکش میاندارم تو کف دستش بذارم که دستش بال کنه. راست او پیترم که آخر بیسی که سه اینوال بکنی حواس کلاس نیا. صبح نبیاد تا خودکارت یا چی تو ول کردی اومد یا کتکت میزن. غلط میکنی. از این پسر جلو مرسی گفتن فقط اون جلو افتاد جلو افتاد. نه ولی خدایی حس بدی داره. تموم شد. خیلی تأثیر گذار. آموزش و پرورش وقتی از شنبه و اصلا باید میشه. والدین چرا همه خوشحالن؟ معلم دانش آموزا نه همه خوشحال همه جز دانش آموزا. دانش آموزا داره گریه میکنه و میام به زودی سرزمین ایران. خدافزی به سینه ام فشردمه، عشق چشمان جاری شد دست خدا سپردمه. میدونم چی میخوادش، الان داره میبنده میرخصه، داره گریه میکنه الان میرخصه. بوی ماه ما خیلی هم تو بوش
این بوی ماه مهرم همینجوری گذاشتم که حواستون باشه اول مهر نزدیک زمستون داره میاد و پس گردنی های لب بخاری هفته صبح که پاشو برو گم شو مدرسه نزدیکه. این داستان من و مامانم روز اول مدرسه شنبه که نیاز نیست بریم، یک شنبه تعطیلی واسه دوشنبه میریم. منظورت چیه؟ منظوری نداشت دیگه از این زرا نزنی ها. غلط دیگه گو نخوری ها. گو نخوری. من اصلا هیچی دیگه نمیگم. فیلم حاوی صحنه‌های دلخراشی است که ممکن است برای همه مناسب نباشد. گفتن کسی هیچ حد سر اونم ویدیو اولی که دیگه من پاره کرد. این چی بود؟ این چه حرکتی بود؟ این اختراع چی بود؟ در مورد این ویدیو که الان داره پخش میشه در بازی کردن اگه پسر و دختر با تیوی میشه به ذهنتون میرسه عشقت دروغ بود دیگه نه دیگه نه من نه تو دیگه میخوام اسم تو فراموش کنم آتیش تو خاموش کنم حواست چشمات میگن برق روی لبهات میگن عشقمو به بازی گرفتی خانم منو اشتباهی گرفتی عاقبت فرار از مدرسه حدش میزنم آجی دقیقا حدس میزنم میخواد چه اتفاقی بیفته. وای بچه خیلی خوش اومدید خونه دومتون. اصلا نگران نباشین منم جای مادر دومتون. یه خورده با هم درس میخونیم باسواد میشیم ساعت 11 تعطیل میشید میرید خونتون باشه. میدونید که ما اینجا با کسی تعارف نداریم میگیم میخندیم ولی به موقع چیه درس. منم جای پدر دومتون که نه جای معلمتونم. ببینید من همین روز اول مدرسه بهتون بگم ما اینجا با هم شوخی نداریم. غلط میکنیم بخندیم این خونه خاله اینجا دهنتون سرویسه. ما به خودمونم رحم نمیکنیم چه برسه شما. کتاباتون رو باز کنید درس خیلی عقبیم. آقا هنوز کتابامونو ندادم. به من ربطی نداره من درسمو میدم. چرا کتاب ندادن اصلا درس میدن؟ چه احتیاجی؟ ما که هیچ یاد نمیدیم اصلا گوش نمیدیم.